استعمال غذای سالم میتواند گروی حیات سالم باشد. میزنم توار به چوبی تاق. از انتخاب درست محصولات خوراکه و بیشتر و خوبتر استفاده کردن میوه و سبزوات تر و تازه برای سلامتی اهالی مساعدت میکند. همین نقطه را به نوبت گرفته برنامه نوی لذت خان دیار پیشنهاد شما هموطنان عزیز. السلام علیکم هموطنان عزیز. خوشبختی این است که ما امروز مهمان ولایت سوخت شهر خوجند باستانی هستیم. برای مهربانی شما برنامه لحظت خان دیار به ناحیه اشت رفتیم. اشت منطقه آفتابرویه و حاصلخیز کشور. انا این جای را میگویم اشت بهشتم، چرا که در بین قطارکوها جایگیر شده است و پر از مینرال های کنددی های فایده‌ناک و کانها بوده. در دشتهایش نیز هزارها نمود گیاه های شفابخش میروید. زمین های هموارش باب کشت و کار است. خلاص طبیعتش زیبا و هوایش مصفا. ساکنانش گروه ایجادی برنامه لحظت خان دیار را بسیار خوب و دلپذیر پیشواز گرفتند و رفتی ثبت برنامه همچون کار نیو به نظر استراحت یافت. شما را نیز برای استراحت و تماشای برنامه لحظت خان دیار تکلیف میکنیم. مهربانی همین است که پیش از یعنی خوراک آماده کردن معلومات باید چیکار کنیم؟ دست‌ها رو میشوییم، یعنی با مخصوص صابونی مایع یا صابون که باید گیگن تازگی رعایت کنیم. تشکر. شما گفتن که سخت دست‌ها میشویم چون که ما شما با یاردم میکنم در وقتی پختن خوراک. اینک مروت آب خوش کرده می شود و بعد تازگی می رویم به سر میز کاری. وطن مادر سراپا کوه و دشت است. وطن مادر سراپا کوه و دشت است. سرشتی من ز خاک پاک اشت است. السلام علیکم هموطنان عزیز. اینک برنامه لحظت خان دیار از ناحیه آوازدار اشت پیشکش شما میگردد. خوشبختانه همین است که در مهمانی ما حضور دارند. یعنی با مهربانی میخواستم اول شناسایی پیدا کنم. معلم عزیز نام و نسب شما؟ نفیسه عثمان علی. امروز مهمون برنامه ما هستند نفیسه عثمان علی، معلمه عزیز، راهبر مکتب تحصیلات عمومی رقم 3 شهرچه دهوت قهرمان. و خیر مقدم میگیم نوریده تاجی سر. چنانی که میبینید علاقه تمام اون مثلا محصولاتی که برای آماده ساختن خوراک از اون جمله حاضر من نپرسیدم که چی آماده میسازم. براستی شما نصیب باشد چی آماده میکنید در برنامه ما نصیب باشد ما آماده مینماییم داملما، یعنی طعام‌های ملی تاجیکانه. بله، داملما. وقتی میشود که شما معلم عزیز در خاندان هم میشد که میپرسند اوچه جان مادر عزیز یا که صاحب خانه زن شما همین بگو چی آماده میکنید؟ هم میشد همین حالت درست شدگی هستن. یعنی از نام بردن علاقه نام خوراک داملما گفتید. خب در این خوراک ما چی استفاده برده میشود کنون؟ استفاده میبریم یعنی گوشت. خب گوشت و میکنیم نه کارتوشکا. خب و لوبیا. بله، لوبیا و بیهی میکنیم. خب بیهی بعد اینجا کدو دیدم میکنیم. سبزی من پیاز ما هست. خب پیاز نه زیره برو همش هست آماده. خودی منم داملما آماده کردگی. یکی من در همینجا در یک شهر آماده وقتی آمدم یک بار دیگر پرسیدم ده ما شما نبودید. همین این سب بیهی
من سه بیهی رو در آش دیده بودم برای آماده کردن. یکی دملمه من شخصا بار اول کدو رو این کدو هم شما استفاده میبرید؟ البته. من یک چی رو من دملمه شما ندیده استفاده کرم یعنی کپوست که چیزی اساسی برای دملمه است. شما استفاده نمیبرید؟ نه استفاده میکنیم از کرما میکنیم. خودی با از کدو نه ویتامین ها و بوی هست. کدو. تشکر. یعنی تماشابینان عزیز، خواهران، برادران، بانوی جوان، اینا بینید که در حق من خواستم یک چی میگن، من فکر کردم که معلمه فراموش کرده است، لیکن منم بار اول میبینم که یعنی با جای کپوست یعنی کدو رو استفاده میبرن، یعنی طعم باز با فکرم دملمه ایمو من نمیدونم. حاضر نصیب باشد خیلی یک جای شاهد میشویم. خب از چی شروع میکنیم برای آماده شدن؟ شما کار خود رو شروع کنید چون که وقت شما است. شما در مکتب رقم 30 یعنی باعثی روبار شده کار میکنید خیلی. خدا میخواد. یک بعضی مثلا هستن فعال میگن، خواننده های فعال هستن فعال. در حیات هم هستن زن های فعال، مرد های فعال شجاعتمند. اینو برای پیشرفت جامعه یعنی برای به دیگران آموختن یعنی درس عبرت میشن. خیلی معلم عزیز. چند سال شد شما روبار هستید؟ من اکنون نو شدم. 2 سال میشد. من همچه روبری مؤسسه. فعالیت کاری همه و شما چند سال است؟ 15 سال. 15 سال. تشکر زیاد. یعنی در مکتب های امروزه ما خوشبختانه هستن درس های تعلیم مهنت. هستن درس هایی که مخصوص برای فرزندای ما دوزندگی است. همین پخت و پز هم حاضر هستن؟ هستن. البته ما میکنیم اینو در مؤسسه همیشه میکنیم. یعنی بچه از این کسب علاقه استفاده میبرن؟ علاقه میبرن استفاده. من درباره همین استعمال امروزه خوراک در جامعه ما مقصد از یعنی این برنامه ما لحظت خان دیار اون نیست که ما جای مثلا سفر کنیم گویا که همین خوراک رو نمیتونن برای ما پخته میتین یا که مقصد از خوردن باشد. مقصد از اون است که ببینید امروز وقت خود رو دریغ نداشته ما یعنی ناحیه 8 اومدیم و وقتی معلمه عزیز را باز یعنی گرفتیم که برای شما فهمونن که یعنی خوراک چطور تیار می شود و چه خیلی ویتامین ها دارد خوراک های ملی ما. انا همین خصوص دارم میخواستم معلم کمتر شما باید صحبت کنید که تماشابین عزیز ما جوانای ما همین چیزا دانسته باشن. خیلی ما این ویتامین ها و همش بوی این چیزهای ما. خب من کدو میگیریم اینو ویتامین های آ یه استفاده میبرم مثلا و چشم به شفا بخش، دل به فایده دارد. بیشتر برای من خودی من در هیجان ماندم که در کجایی که مثلا نام دملمه را گرفتن اونجا حتما کرم می شود. کرم نیست، یعنی کرم در اینجا دملمه شده من میبینم کرم یعنی شده برده نمی شود می شود. با ما دملمه میکنیم کرم کتیم استفاده میبریم. لیکن با این کدو کتی امروز ما آماده کریم کدو وای کنیم یک دملمه خوش رو یعنی بیکرم این دملمه بیکرم تیار نماییم. بینندگان عزیز میبینید در هر حالت وقتی که ما به هر شهرچه یا ناحیه ها منطقه ها سفر میکنیم خواهید نخواهید در تمام خوراک های ما یک نویگری پیدا میشود. اینا من بار اول یعنی بیکرم امروز دملمه معلمه عزیز برای ما و شما دملمه یعنی آماده میکنن. من دیدم که در اینجا قلنفور هست، مرچ یعنی هست مایده کرده شده. من نمک آشی خوشبختانه نمک اشت خودم میخواد نمک اشت زیره و زنجبیل کوفتگی از اونجا سبزوات من اینجا سبزوات این در من دملمه در چه استفاده میبرن همینا؟ دملمه استفاده همه چیز رو آماده میکنه در دیگ میمونه بعد بالوش به خوش رو کره میمونه میچینه یعنی بالوی هم همشه میچینیم راست میکنیم محکم میکنیم همه این میشد دملمه. خب حاضر حالتی که مثلا پیاز آماده شد سبزی آماده است گوشت علاقه آماده شده تیار هست از میگیریم کارتوشکا رو موای میکنیم. خب مرحمت من بعد علاقه من یا باوری ندارن برای من کارچه نآورن که من شما دا یاری رسونم. تا این وقتی که مثلا
شما کارتوشکا رو آماده میکنید زندگی همین است باید همیشه در هستی زندگی خوانندگان عزیز اون نفرایی که جوانایی که ما رو تماشا میکنن همه این برنامه ها همه این مهربانی ها در این دوره صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان برای شما است بعد هم خیلی یک لطیفه است که پیشک موش رو سر میکند دیگر جای گریز نیست خونه همه ما همین دنیا خودش همین میراد موش خونش رو میدرد پیشک میره بالای سر خونه موش میگیرد انتظار که کی لقمه میبرد و چنگ زنم گیرم هر حوز کدو ریزه میکرد همین حالتی موش پینهان شده گیده نغزای شما ریزه کدن گیره هر حالتی که موش میخواد که از خانه برون شود حس میکنه که دشمن بالا داشتگی پیشک سه چهار مرتبه هم خیلی میخواد که برون شود یعنی میدوند که پیشک اونجا یکی آواز سگ میبرم آواز سگ که میبرم انا با دلش موش میگوید که انا این خیلی میشده است که وقتی که آوازی سگ که برآمد و چی از طبیعت پیشک چیکار میکند میگریزد موش هم همین فکر کرده از همین خانه برون میشود که چنگ میزنن میگیرش پیشک همین خیلی میگیرد موش میگه ها گفته من هیچ نفهمیدم تو چرا نفهمیدی من میدونم گفته الا که من لقمه تو قپیده گرفتی یکی هر دفعه که آواز سگ میبرومد گفته است 10 کیلومتر گریخته طوری درخت می طوری وای برومده میرفتی بوم و خوزی من نفهمیدم گفته آواز سگ برومد من برومدم تو برای قپیده گرفتی پیشک هم خیلی نگاه کرد طرفش ما خیلی نگاه کرد گفته قفا مونده گفته از در همین سال و زمان سه چهار زبان خارجی نداری زندگیت پیش نمیرود چقدر خنده آورد معلومش نخندید دارم کدو قاقتید خندیدید در لکفه نخندید حالت صحبت رفته ایستاده است من نگاه میکنم حالا که خوشبختانه کدو جوش گرفت کارتوشکا ریزه کرده شد آماده شد پمیدور معلمه شما که با تمامی مثلا فرزنده و تربیه نسل نورس کار دارید البته با محبت زندگی اگر خواهش تا میشد برای ما یگون شعر قرائت میکردید چی خیلی شما من از یک سرود میخونم برای شما بهترین همه تماشا دارن این حالت وقتی که با خوراک را با خواندن سرود یعنی آماده کنی و خوراک خودش الکی میدونید چقدر بامزه و با لذت میبیاید عروسه بردیم سای کتی کفشای پوپک دار کتی اسبی سفیدی بای کتی کفشای پوپک دار کتی خانه را جورب زنیده عروسی نو می آیده یه بار دیگه تشکر زیاد میشد است که یعنی در وقتی تیار کردن خوراک بسیاری مادرای ما یعنی سرود زمزمه میکنن اینکه اگر هر قدر که با خرسندی خوراک آماده شود همون قدر با لذت میشود درست است درست. این مادرها میگفتن مادر کلانا میگفتن شما هم اصلا در همین حالت سرود میخونید البته میخونم البته یه سلامت باشه شهم در منبرای بالای تخت زرای ای یارکی نو در برای شهم در منبرای ما به این خانه به شاد آمدیم ما به این عشق به شاد آمدیم شاد با دیار سلام آمدیم لحظت خانه دیار مایم بیقرار کی میشه خوراک تیار؟ نه تیار آمده شد حتی حالت بخشش که معلومه یکی نترسیدی داخل آوازی نغزای زاغ در گلگشت بلبل قرقر میکنند تشکر زیاد یعنی بهترین لحظه است که مهمان ناحیه عشر هستیم و امروز بسیار پیشروی ها بسیار دیگرگونی ها بسیار زحمت این دیار علل خصوص مردمی که در اینجا زحمت میکشن دهقانی میکنن باغ‌ها را دیدیم بسیار خرسند شدیم که یعنی در سرشوی برنامه کارگردان ما برای همه هموطنان این کادرها را نشان دادن فقط سر مسئله این است درباره آداب من میخوام معلم عزیز
ки дониста бошем ки имрӯз дар ҷои асосӣ одоб меистад. дуюм истифода бурдани телефонҳои мобилӣ хурдака гуфта гузарем ё ки ҷои пинҳонӣ нест. мактаби шумода мебиёрам бачаҳо телефон хеле ҳозир ман чӣ хел не намебиёрам бачаҳо намебиёрам ман кардагӣ ташаккур анаку масалан мо ҳозир тамоми мактабда медароем навишта шудааст на муаллима гӯшаи алочиён ҳама расмҳои онҳо часпондагиам ва дар давраи шӯравӣ вақте ки мо мехондем бо як гӯшаи махсус буд замбур ном дошт ё ки хортуштак اون نفرایی که آداب ندارن اون نفرایی که نمیخوندن هم معلمه جان همین خیلی گوشه ها مکتب شما ده هست؟ هست یعنی داریم خوشبختان داریم همش نیست داریم با اونها چه خیلی مناسبت کدام وای استفاده میبرید برای پیشرفت برای آداب اونها رو درست کردن برنامه ها هست؟ برنامه ها هست همش قانون جمهوری تاجیکستان ما تلفنی موبیلی من کرده شده است ما اینو قطعاً من کرده شدگی در مؤسسه‌مون استفاده نمیبرن خوانندگان جانشینی اوید با کارهای تربیت این قانونی مسئولیت پدر و مادر همچون نظارت میکنیم هر صبحی که خوانندگان با مؤسسه میبیان یک بار تفتیش میگذرونیم صنفخانه میدرویم تفتیش میگذرونیم حالتهای درس‌ها آماده تیار کرده بعد با درس‌ها میمونیم خب اینک به همه پدر و مادرای جوان اون پدر و مادرایی که مثلا این لحظه نمایش ما رو تماشا میکنن از این گفته‌های معلمای عزیز باید عبرت بگیریم و وقتی که فرزند رو یعنی ما با مکتب گسیل میکنیم میبایست که در خانه برابر استادان پدر و مادرای عزیز ما باید زحمت کشن برنامه سوسخون اوید هست و فعالانه اشتراک میکنن با محفل ها هست محفل هایی که همین خوانندگان سوس میخونن و یا جلب میکنیم با همین وای محفل میخونیم سوسخونوی حرکت میکنیم در پیشروی ها آماده میکنیم بهترین من میخواستم در باره یعنی کودک های نوزاد شما که مادر هستید با زبان شما گفتن خوش است که مادرای جوانی ما میفهمند از اون استفاده میبرن امروز میبخشید شیر خشک و نام های گوناگون داره من نمیدارم در این باره چی میگه مادرهای جوان با من توصیه میدیم که از کودک نه تولد میشود در غذای همین مادر استعمال نگه طولی 6 ماه میشد فرزند 6 ماه هم میگذرد ما کم میکنیم بعد کم کم با ویا شروع نمیدیم مثال من کارتوشکا پوره میکنیم وای رو میشیم بسیار وای میوه ها همشه اول تیار کرده باید که همون رو ما با کودک خورونی بله تشکر زیاد خوشبختانه ناحیه 8 یکی از ناحیه‌های هست که خیلی زیاد میوه و باغ دارد با معلومات ما در ناحیه 8 شما کدام میوه ها میشوند در ناحیه ما همه میوه ها هست همش یک چند تاش اگر باید باشد منبر کنیم خوب میشود نه حاضر میوه های حاضر سیب نوک خرما انگور هست حاضر انار بهاریش هم گفتن نوک گفتیم گیلوس هست گیلوس زیاد هست زردالو موسیرو هم نمودش هست اولو هست خوشبختانه قریب دستی من پر شده ایستاده است برای همین خاطر معلمه را من توجه کردم که این میوه در اینجا هست از زراعت ها هم نیست زراعت ها خیلی زیاد است خیلی زیاد است و ناحیه 8 خوشبختانه ناحیه آوازه‌دار است در حالی که بسیاری رو می‌بینیم با کجا میری با 8 برای چی میوه می‌بیارن حتی با گوشه های دوردست دارید خیلی کوهستان که اونجا میوه ها دیرتر پخته می‌رسن هست همین هست درست یگون جای پنهانی نبوده است یعنی از این پای میبریم که خوشبختانه که وقتی اگر در همون منطقه‌ای که همین خیلی میوه ها باشد من می‌بینم بسیار امروز کودکای ما ممکن شما بسیار باری رو دونید با مکتب میبیان در سلفان ها بعضی چیزهای پلی اتیلنی دارن برای خوردن یا نه من نمیدونم دیگه از کدام استحصال کجا است چخیر همین درست است یا نه همین مادرای ما همین اهمیت نمیتن کودک با مکتب گسیل میکنن و علاقه رهبر میخرد یا از این طرف میبینید یا فایده ندارد همین چیزها خب زردالو قوق مثلا قوق میگیریم همین انداخته سرفنا و نقص کرده خوش رو کرده بچه ما و سمکشون به اندازه میشه یک پسر بچه بی‌آداب بوده است
یه همه را آزار میدهد همون کوچه و کسی میگذارد آزار میدهد باور کنید حتی با درجه میبیاد که همون کوچه همه یک سگ دیگر چی میگن زور میبیارد این پسر بچه را بعد فکر میکنن میگن فلان جده طبیب های همه کسی که مشکلی پیدا میکند پیش همون طبیب میرود و این هم میخیزد پیش طبیب میرود بعد قصه میکند که من فلانی از فلان کوچه لیکن همه از همون کوچه از من میترسن تمامی مکتب از من میترسن یکی گفته است همه یک سگای در همون فلان کوچه همسایه هوای ایمن نمیترسد چیکار کنم میگیرد همون و طبیب بانم فوزی می پیش میرم فولبی میگن چی میگن می نویسد یا نوشته گفته ما همین گیر سکونجا کو کیسات بمون راو دیگه سگ تو رو یگو چی نمیگن اینم میگیرد خدشه اینجا پینهان میکند میبیاد پگو که سگ همونجا خودش بیچاره آروم خوب اکو سنجیده نبینه یا بار میگذاره که سگ چی نمیگد این طرف چی نمیگد یا تا چوبا میگیرد و سگ همین خیلی وای قطعی چوب قطعی آزار میدهد و همون سکونجاش طرف سگ میکنه که سگ میگیره قطعی همون سکونجا میخواد دنگلا میتیشه یا طرف با آره با حیران میشه میگه چخیل این تاثیر نکرد میخزد بود دیگه سراغای دیگه هم خیلی طبیبای چه جادوگر میگه دیگه جو میره با فکر خودش وقتی میرن میدروید نزد دیگرش وای میگه کنی چی در داری برای چی اومدی چی حالت است حالت همین من میترسم فلان تکبری میکرده لیکن هم فلانی رفتم یا نوشته جا داد گفته همین نوشته جا تا بردم هم کسی پیش دمون گفته با همون سگ خیس مرا خوی کنی بیا من بینم وقتی نوشته جا تا میگیرد میکشوید همین خیلی با حرف کلان نوشته است که پیشی سگ نرو که سگ میگزد اینک لحظه خوشبختی است تمام محصولات آماده و ما میرویم برای پختن دملمه و پیشی دیگ میرویم سری دیگ میرویم دیگ و آشدان خوب شروع میکنیم من میکنم مرحمت شما اینک خوشبختانه این است که برنامه لحظات خانیدیار از نوع اشت با پختن دملمه همه اون چیزی که مثلا محصولات امروز برای دملمه بود معلمه از اینجا جای کردن فقط من یک چیز دیدم که یعنی کدو و خیلی زیاد شما اینجا استفاده بردید و لوبیا را یعنی این دملمه اصلا باید سرغذا باشد این برای ما است برای همون نوبتی چی هست وزی باید چیکار کنیم روغن خوب همراه میکنیم همراه خوب
мебахшед вақте ки тамоми масалан маҳсулотро инҷо ҷо кардаем шумо як равғани ночиз инҷо истифода бурдед камтар шояд равған илова кунем дег часпида намонад не ин мақсади мо асосии ин ҳаст ки мо имрӯз таоми мо ва бошад парҳезӣ омода бошад. яъне ман фаҳмидам бинандагони азиз мақсад аз ин барномаи мо ҳам ҳамин аст ки муаллимаро дуруст фаҳмидам яъне равғанро бояд кам истеъмол кунем ва кам истифода барем парҳезӣ бошад ки холестерин яъне зиёда мегардад дар хуни мо дуруст яъне ҷое омад ки болои инам дега мепӯшон болои дега шуд анакунун ҷои асосӣ чӣ кор кардан дар кор алоба ман фақат як кор мекунам барое ки барои ояндаи хӯрок ягон бемаза омадану сӯхта монад бори ман нашавад ман фақат ба шумо оташа фаъол мекунам баъд пасту баландша худатон ҷойгир мекунед ана хоб хушбахтона он сафаре ки мо ба ноҳияи ашк кардем он мақсаде ки дар пеш гузоштем ки ба воситаи барномаи лаҳзати хони диёр ба шумо навхонадорон ҷавонои азиз барои ояндаи саломатии фарзанд ва ҷомеа барнома таҳия карда бошем дамлама даҳанаш пӯшида шуд алобаш яъне алоби паст ва тақрибан дар танҳо баъди 40 дақиқа вомехӯрем. тамошобинони азиз хушбахтӣ аст яъне ҳар як меҳнат лаҳзаи фароғат дорад ва имрӯз хушбахтона он хӯроке ки барои мову шумо омода карданд чуноне ки мебинем тамоми табақи моро каду гирифтааст ман аминам ки мебахшед муаллимаҷон чой ҳар рӯз хона ба ҳаст хӯрока тайёр кардед мана бо чой фиреб мекунед хай чоя ман мегирам барои эҳтироми шумо инҷо мегузорам ва бо иҷозати шумо ман хӯрока муаллима мечашам майлаш вақти ман хӯрока чашидам чӣ кор кардам якум муаллима бо иштои тон гӯед хай раҳмат чашм накунед бо гулуда рӯз монад ман хоҳиш мекунам бори дигар ин намоишро он чӣ мегӯянд азизон мухлисоне ки тамошо мекунед лаҳзати хони диёр ин буд як хӯроки беҳтарин ки муаллимаи азиз барои мову шумо барои саломатӣ омода карданд ба ҳамаи шумо хушбахтӣ таманно дорам ва таманниёти муаллимаи азизро мешунавем барои шумо азизон марҳамат хушомадед мегӯям ба ноҳияи ашт бо қадамҳои мубораки шумо ҳар як шумо ба ноҳияи мо боз мехоҳем ҳамин барномаҳо бисёртар шавад ҷалбкунанда шавад саломатӣ хурсандӣ сарбаландӣ таманно дорам бале ин аст як лаҳзаи хони обод лаҳзати хони диёр барои шумо ки аз ноҳияи ашт пешкаш намудем ба ҳамаи шумо чун таманниёт карданд муаллимаи азиз хушиҳои рӯзгорро таманно дорем хайр то намоиши дигар